سه امتیازی که خیلی مفت از دست دادیم. بریم سریع یه تحلیل رو تک تک بازیکن‌ها استقلال داشته باشیم. کلا یه دونه توپ اومد، اونم خطرناک بود. حالا نمیگم مثلا کسی دیگه ای بود میگرفت، ولی خب کلا یه دونه توپ اومد، اونم گل شد دیگه. سامان هم یه 3 4 تا بازی واقعا داره بازی به بازی بهتر میشه. الانم که اعتماد به نفسش برگشت، اصلا حرفی نمیذاره واسه گفتن. ببین بی‌نظیر دیگه، از سانتر خط کشی شده صالح بگیم، یه بازی بی‌نقص رستم ترکوندن دیگه. این بازی گودرزی هم اصلا هیچی نمیگم، همین صحنه رو ببین. دو تا بازی برگشته به اندونگ فصل پیش، واقعا اصلا از این به بعد فکر می‌کنم انتخاب بین اندونگ و رضاقی‌ها خیلی سخت میشه. رضاقی‌ها نسبت به بازی قبل یه مقدار رو به جلوتر بازی می‌کرد و دو سه تا پاس توده رو فوق‌العاده هم داشت. حالا به نسبت سنش چند تا اشتباه هم قرار بکنه دیگه، به هر حال قرار نیست بی‌نقص بشه، ولی خب خوب تونست جای احمدی رو به نظرم پر بکنه. منیر هم خیلی آماده نیست، یه مقدار بدنی سرحال نیست، ولی خب همونم میارزه، سگ شرف داره به بقیه هافک‌ها و واقعا تو یه سری از لحظات بازی یه پاسایی میداد آدم انگوش به دهن میمون. همونی که هوادارا کل بازی داشتن صداش می‌کردن دیگه، کوشکینی و این کل بازی یک در مقابل یک رو همه رو برداشت و واقعا به نظر من این یکی دو تا بازی بیشتر از آسانی داره گل می‌کنه. به اندازه بازی قبل سرحال نبود که خب اونم طبیعیه دیگه، خیلی خسته است. یعنی هر بازی هی داره بازی می‌کنه، فیفا دی هم میره اون بعد داره بازی می‌کنه، کلا یه مقداری سرحال نیست. ببین راجع به سرخیزان واقعا چیزی نمیشه گفت، جایگزین نداره. یه نفرم هست که اونم آزادی اصلا نیاد داخل بهتر، ولی خب خودش تا الان تو این دو تا بازی اخیر 4 امتیازو گرفته. واقعا حالا نمیشه از حق گذشت، ولی خب اتفاقی که افتاده، یعنی این دو تا تک به تک اگه گل می‌کرد راحت 4 امتیاز جلو می‌افتادیم دیگه، کارش بشه.